صلاح الدین سلجوقی فرزند مفتی سراج الدین سلجوقی، فیلسوف، مترجم، نویسنده، پژوهشگر، دیپلمات و مورخ، در سال 1896 خورشیدی در پای حصار در جوار قلعه ارگ اختیارالدین ولایت هرات افغانستان متولد شد. پدرش مفتی شهر هرات بود و او از خانواده‌ای که همه اهل دانش و معرفت بودند رشد یافت. سلجوقی در کل یک دایره معارف بود که جدا از زبان فارسی دری و زبانهای عربی، انگلیسی، فرانسوی، اردو و آلمانی هم تسلط داشت. بنابر همین سنگینی علمی بود که به حیث منشی مخصوص شاه امان الله خان برگزیده شد. سلجوقی به سبب دانش زیادی که داشت عضویت انجمن نویسندگان مصر را به دست آورد و چهره شناخته شده در مصر است. از منظر فکری سلجوقی یک مسلمان نواندیش بوده که بیشتر تحت تاثیر افکار سید جمال الدین افغان قرار داشت. وی در کنار ضرورت فراگیری دانش‌ها و علوم غربی معنویت قدرتمند اسلام را لازمه پیشرفت انسان می‌دانست. وی بیدل شناس، حافظ شناس، مولانا دوست و اندیشه های خاقانی را ستایش می‌کرد. علامه صلاح الدین سلجوقی کتاب‌ها، رساله‌ها و مقالات فراوانی را به زبان‌های دری و عربی در زمینه‌های فلسفه، اخلاق، سیاست، ادب، هنر، الهیات و علوم اجتماعی نگاشته است که برخی از آنها به شرح زیر است: افکار شاعر، مقدمه اخلاق، نقد بیدل، نگاه به زیبایی، تجلی خدا در آفاق و انفاس، محمد در شیرخوارگی و خردسالی، تقویم انسان، اشعار پراگنده، گوشه‌ای از پیغام تو، جبیره، افسانه فردا. علامه سلجوقی در 16 جوزای 1349 خورشیدی بدرود حیات گفت و در شهدای صالحین شهر کابل در آغوش خاک آرامید.